خب این هیوندای زیبایی که میبینید و میخوایم آن داستان تخریب بود. خب هیچی، ببین مثل موچین خیلی جالبه. لطفا صافکارا، تعمیرکارا، نقاشا اصلا نبینن، دلشو ندارن. باز ما نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته، شما بهتر متوجه میشید. ببینی کسی که اپراتوری که داره اینو هدایت میکنه، این موچین بزرگو، این چجوری جز به جز ماشین رو جدا میکنه. نگاه کن. آخ آخ آخ، سقفو بلند کرد. چرا داری این کارو میکنی؟ خب یه جوری دیگه تخریب میکردی ما دلمون نسوزه. چرا داری اذیتمون میکنی؟ این ماشین الان 5 تومن کف ترون پولشه. آخ آخ، کشید بیرون دل رو در. دقیقا انگار یه مرغ بریون گذاشتی جلوت، داری با یه انبردست دل رو دش میکشی بیرون. به خدا این دقتی که این با این وسیله گنده داره ما با موچینش و انبردستش نداریم. نگاه کن. بله چه راحت، انگار دست خودشه. کند آقا، کینده کرد آقا. ای وای من، در عقب رو نگاه کن، این پوست گوجه فرنگی میکنتش. نگاه کن. آخ آخ، نکن عذابمون نده، یه دفعه وسط نصفش کن بره. از هیوندایی جز نام الله چیزی نموند. به به، اینم یه موه زیرپوستی بود که در رو برد انداخت اون. آخ 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 آخ، ببین چقدر با ظرافت گرفت. یه موه زیرپوستی دیگه هم در برد انداخت اینور. دیگه چیشو میخوای در بیاری؟ بسشه دیگه، کلا همشو در آوردی. داره فانی رو از جا کند این ماشین بدبخت. آخ آخ آخ، نگاه کن چه تخصصی، اونور جدا کرد اینور کشید بیرون، انگار جناق مرغو میکشه بیرون. نگاه کن. به خدا ما با انگشتامون این تسلط رو نداریم. دم اپراتورش گرم، ولی خیلی اذیتمون داره میکنه. خدا ازت نگذره. موتور رو ببین، این همه جوش چرکی بزرگ بود فکر کنم. یه چیزی هم اونجا برداشت انداخت اون بر. تخصصی تو آشغالاش هم میدونه چیه کجا بذاره. باریکلا. من اپراتور این دستگاه رو زنده میخوام. اولا که یک سیرکتکش کنم به قول نقی که چرا با ماشین این کارو کردی، همین که بگم چجوری به این علم و فنون رسیدی تو این دستگاه غول پیکر.